11 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 20:15 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا تبارف جمشید سال تولدش 1990 ساکن نویه جیهون هنگام حرکت از سمت مرکز نویه به سمت جماعت شهرک دوستی در حدود جماعت امین شهرک از دوده دوره وسطای نقلیات نبرآمده پیادهگرد اکراموف خدایداد سال تولدش 2006 ساکن امین نویه را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد اکراموف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 12 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 14:00 دقیقه در 274 کیلومتر شورای وحدت لخش سر توش واقع در دهه سر پول نویه لخش راننده автомашین تمغه اورال قربانوف عبادالله سال تولدش 1964 ساکن شهر دوشنبه از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به کنار راست رو автомашین را چپ نموده است. در نتیجه خود راننده و مسافر автомашین سفروف تاج‌الدین سال تولدش 1972 ساکن نویه حمدانی در بیمارخانه بستری گردیدند و مسافر دیگر автомашین نعمت فردوس سال تولدش 1995 ساکن امین نویه جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چوربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 49 ساله ساکن شهر کونه بادام با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه آگوست و سپتامبر سال 2023 از حجره استقامتی برادرش مرد 47 ساله ساکن همانجا محصولات روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 7500 سومانی را تشکیل می‌دهد. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.